شما کسی هستین که بی احترامی کردین به من و من در طی 5 سال به شما هیچی نگفتم. من کجا بهت بی احترامی؟ شما تو برنامه‌تون به من بی احترامی کردین. کدوم برنامه؟ برنامه 7 شما به من بی احترامی کردین. توی خنده به من گفتید که حامد تو این سبکی بازی میکنی، به اصطلاح مردم میگن این دیوونه بازیایی که میکنی توی سن 40 سالگی به یه هنرمندی مثل من وقتی میگین دیوونه بازی، من به خودم نگاه میکنم میگم آقای جیرانی دیوونه بازی تعریف داره، پرانتز داره، یک گپ داره. من خیلی از شما کم توقعیم شد. شما فکر نمی‌کنید که اگر به یک بازیگری که جوان هست و چشمش به دهان مبارک شما دوخته شده وقتی میگی دیوانه و خودش فکر میکنه منظور چیه، گاهی اوقات باید پاورچین حرف زد، باید مراقب بود. شاید کسی پشت اون شیشه نازک شکسته داره زندگی میکنه، شاید یه تلشنه به دستش فرو بره، به احساسش فرو بره، کسی که شما رو دوست میداره. البته اشکال نداره، ناملایمات آدم رو میسازه، ابعاد آدم رو گسترش میده. فکر میکنی که خب تونستم ببخشم، از سر نو دوباره دوستیمو ادامه میدم. یعنی اگر من از شما گلایه نداشته باشم و دوستی کنم کاری نکردم، اما اگر یک وقتی دلم شکست رفتم یه نفس عمیق گرفتم گفتم مهم نیست، پیش رابطه ما کوچیکه، اون رو هضمش کردم، از سر نو پیش شما آمدم و شما به این واقف بشی میگی این رابطه معنی میده. حالا یه لایه دوم داره، بخشیده نکته‌ای رو که شاید من عمدی توش نداشتم.